یه اسکن دیگه از دستگاه پروتونیک رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون 16 سنسور شرکت آسوا گرفته شده. از یک تپه بلند با ارتفاع 20 متر گرفته شده. در نگاه کلی به اسکن ما یک سری سازه قسمت پایینی داریم که دستگاه تونسته یک ردیف سازه که احتمالاً سازه خشت و گلی هست آشکارسازی بکنه و در قسمت بالایی که به رنگ آبی هم هست یه بخش دیگه از ساز آشکارسازی شده با تراکم کمتر. و در این قسمت ما دو تا فلز ریز را داریم که دستگاه تونسته بگیره و یک مقدار از سازه اینجا دستگاه تونسته آشکارسازی بکنه. در قسمت مثبت ما کد مثبت 400 رو داریم و در قسمت منفی دستگاه کد منهای 1800 رو برنامه گرفته. اسکن تقریبا رو به جنوب زده شده، ولی در حالت کلی این اسکن نتونسته اطلاعات خیلی زیادی از ساختار اون تپه به ما بده و اطلاعات بخشی از اون تپه رو به ما داده. اگر شما میخواید اطلاعات بیشتری از ساختار این تپه به دست بیارید باید اسکن های بیشتری از فاصله های مختلف و جهات مختلف بزنید تا دستگاه بتونه اطلاعات دقیق تری از ساختار اون تپه به شما بده. دوستانی که با سیستم های پروتونیک شرکت آسوا کار میکنن و اسکن های خوبی با دستگاه پروتونیک میگیرن میتونن اسکن هاشون از طریق واتساپ شرکت پایدار مدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.